کمیته اتوی فوق‌العاده تاجیکستان به توجه شهروندان و مهمانان کشور میرساند که طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی جمهوری روزهای 12 و 13 اپریل سال 2024 در یک قطار نویه‌های کوهی جمهوری و نویه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها احتمال دارد. غیر از این بر اثر هوای نامساعد سطح آب در رودخانه‌های کوهی و نزد کوهی بلند می شود. سنگریز و لغزش ترمت در راه‌های کوهی از احتمال دور نیست. در این ارتباط کمیته یک بار دیگر از ساکنان خواهش میکند در این روزها از سفرهای بی ضرورت به مناطق‌هایی که احتمال لغزش ترمه و ریگ و سنگ دارند خودداری نمایند. رفتن به دامن کوه‌ها برای غنچین گیاهای دارواری، هیزم، به شکارگاه‌ها برای شکار و ساحل آب برای ماهیداری نیز در این روزها مصلحت داده نمی شود. ساکنان باید کانال و جویبارها و سیلراه‌ها را سر وقت تازه کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به رانندگان و دزدان کوهگردی یادآور می شود که هنگام حرکت در راه‌های کوهی قاعده‌های بی خطری را جداً رعایت کنند.